هیچ نصرتی برای امام زمان بالاتر از خودسازی نیست. آقا شما اگه میخوای کمک امام زمان کنی یه کاری کن امام زمان به خاطر زنداری تو گریه نکنه، به خاطر شوهرداری تو گریه نکنه، به خاطر بچه داری تو گریه نکنه. نصرت امامه، یعنی یاری کردن امام. یه کاری کن خانواده‌تو شاد نگه داری. عرضه داری خانواده‌تو شاد نگه داری؟ کمک امامه. اگه اعضای خانواده تو شاد باشن امام میخنده. تو با شاد کردن اعضای خانوادت لبخند به لب امام زمان میاندازی و با خورد کردن اعصابش اعصاب امام زمان خورد میکنی، به خدا خورد میکنی اعصاب امام زمان. وقتی میگه هل من ناصر ینصرنی، یعنی وقتی کار اقتصادی میکنی لقمت پاک باشه، حلال باشه. وقتی میخوای وقتتو بگذاری آرزوهاتو درست تنظیم بکنی، با هر کسی هر چیزی وقتتو تلف نکنی. تو جنبه‌های حیوانی دقت کن، تو خانواده باید بهترین زن باشی، بهترین شوهر باشی، بهترین پدر، بهترین خواهر، بهترین برادر، بهترین فرزند باشی. خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی. بهترین شما کسی است که برای خانوادهش بهترین باشه. یعنی اگر از اعضای خانوادهش سوال کنن که تو خانواده شما کی از همه بهتره، دوست داشتنی تره، با معنویت تره، مهربون تره، نورانی تره، تو رو نشون بدن. یعنی اگه باباست بهترینه، اگه مادره بهترینه، اگه همسره بهترینه، اگه دختره برای باباش بهترینه، اگه پسره برای باباش بهترینه. یعنی نذاری یه کسی حسرت یه کس دیگر رو غیر از تو بخوره. ای کاش بچه فلانی بچه من بود، ای کاش فلانی داداش من بود، ای کاش فلانی بابای من بود، ای کاش فلانی مامان من بود، به جای مامان خودش خواهر خودش، برادر خودش، پسر خودش. بهترین یعنی این. یعنی تو خانواده قواعد خانواده رو رعایت بکنید، حقوق خانواده رو رعایت بکنید. این چه رفتاری با زن بچه‌ت کنار داری له می‌کنی؟ تو مثل شمر میمونی که با بچه‌ت رفتار اینجوری داری. یعنی چی خشونت تو خانواده؟ یعنی چی اذیت کردن اعضای خانواده؟ یعنی چی اذیت کردن مردم؟ یعنی چی؟ بچه دار شو، میخوای نصرت بدی ائمه رو؟ هل من ناصر ینصرنی، امام بچه میخواد از شما، تعداد زیاد شیعه میخواد، میگه دوتا بسه، یکی بسه. خب خیانت به امام زمان، خیانت به آرمان انبیا، به همه ائمه، به خدا، به خودت و جامعه است. میتونی بچه دار شی، بچه دار شی. میتونی ازدواج کنی، زود ازدواج کن. نه که من یه کارهای دیگه دارم نمیرسم به ازدواج، یه آرمانهای دیگه دارم نمیرسم به ازدواج. اگه واقعا شرط ازدواج باید فهمه، واجبه بری زود ازدواج بکن. یه وقتی کسی موقعیتش براش فراهم نیست، خب حالا اون دیگه صبر میکنه و اجرش هم با خدا. ولی وقتی کسی فرصت ازدواج داره، هی بازی در میاره با توهمات و تخیلات و اینا. امام زمان 1180 سال آوارگی تحمل کرده تا ماها دیندار بشیم. خواست دیندار بشیم، این همون نصرت امامه. و ما اگه دیندار بشیم یار امام هم هستیم. وقت جامعه دیندار شن، همه امام زمان دوست دارن، میخوان، همه دنیا میخوان امام زمان.